خب عزیزای دل، اگر میخواین که مهارت سخن گفتن و سخنرانیتان قوی شود و همراه با مهارت گوش دادن و مهارت پرسیدن، پس شما نیاز دارین به این کتاب. این کتاب کس میتونه شما یک رهبر جور کنه و در هر مجالس که شما حضور داشته باشین با اعتماد به نفس کامل ایتما بگوین برتان، با بدون ترس و وسواس استرس، شما با جرأت با حسن صورت اونجا سخنرانی می داشته باشین و اختلاط می داشته باشین، بدون حق از اینکه کسی خورده شود و بدون از اینکه حق کسی تلف شود و بدون از اینکه شما با کسی طرز حراس داشته باشین. با خیلی ساده و راحت میتونین سر صحبت باز کنین. حالا سوالی جاست خیلی که من امی کتاب از چی طریق پیدا کنم، من برات کلش میگم و سعی کنین فرحستش من مطالعه میکنم براتون که ببینین تعریف گفتن شما میفهمین که گفتن یعنی چی، چگونه گپ بزنیم، چگونه صحبت کنیم و چرا ما چیزی میگوییم مثلا و چی باید بگوییم، چگونه باید بگوییم، نکات های اساسی در مورد نوع گفتن که چی است او در کتاب ذکر شده است. اینجا مکمل سعی کو مثلا هنر سخن گفتن از دیدگاه های مختلف بر شما این روش ها رو درس میده، حصول گفتن یاد میده، آداب سخن گفتن یاد میده که خیلی از ما و شما متاسفانه در تیک تاک نداریم. حتمی و ضروری است که از این کتاب ما و شما باید بگیریم و این کتاب شما چی رقم به دست میارین اینجا تماما معلوماتش است و تماما کسایی که واتساپ داره دیگه داره برشانی چی میکنه و شما همراهشان در رابطه شوین و اونا برای شما قرار است روان کنه. این شمارهش اینجاست و این نمبرمو کارتش است که پیسه برش ارسال میکنی و برات روان میکنه و از اون طریق هم نمیتونی وطن دار گل نازم. پس میخوایی که بسیار یک سخن ران خوب باشی، حق کسی رو تلف نکنی، حق خودت تلف نشه، یعنی چگونه با در یک مجلس سر صحبت باز کنی، توسط تلفن از مجلس فرار نکنی. پس حتما از این کتاب بخر و مطالعه کو، به دردت میخوره، به درد اولادت میخوره و به زبانهای مختلف هم است و اگر میگینی از گوگل هم ایره که نشته کنی از گوگل هم میتونی بخری وطندار گل عزیزم. ما چیزایی که میگم با فروش نمیتونم رسانده، ما فقط کارم است امو یک نقطه ویتامین ریزش موی است و یک نقطه دیگه است که به خاطر تقویت جسمی و جنسی که است. داخل تیک تاک برین میبینین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.